پرسش یک خبرنگار تاجیک در نشست مطبوعاتی آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان. بازسازی مکان‌های تاریخی یکی از موضوعهای اساسی بحث بود. خوشبختانه ما چنانی که در بالا قید کردیم تأسیس پژوهشگاه ملی محض جهت اساسی، یعنی که اون از بین بردن اون قلوخ و سنگایی که شما گفتید، محض از بین بردن من همین جزئیات‌های نامبر شده را در بر دارد. کارهای ترمیم و برقرارسازی این پیش از همه علم است. در تاجیکستان سالهای اخیر در دایره برنامه‌های دولتی و یوری سازمان‌های بین‌المللی ده‌ها یادگاری تاریخی و فرهنگی از جمله قلعه‌های خوجند و میری بلجوان، موغ، حصار، هولبوک، مقبره میر سیدعلی همدانی و قلعه یمجون بازسازی شدند. در نشست خبری روزنامه‌نگاران از شیرعلی خواجه‌زاده پرسیدند که بعضی از مکان‌های تاریخی با اصول‌های معاصر بازسازی می‌شوند و آیا این ارزش آنها را کم نمی‌کند؟ وی پاسخ داد که در زمان مرکب جهانی شوی تاریخ و فرهنگ قرار داریم و تکرار نمود که تأسیس پژوهشگاه ملی در نزد نهاد زیر رهبری‌اش برای آن است که برقرارسازی یادگاری‌های تاریخی بر اساس علم صورت گیرند. او افزود هنگام بازسازی معیارها به نظر گرفته می‌شوند. ولی به نظر کارشناس میرزا شریف عبدالسلام زاده در یک قطار یادگاری‌های تاریخی هنگام بازسازی طلبات یا معیارهای پیش‌بینی شده به نوبت گرفته نمی‌شوند. میرزا شریف عبدالسلام زاده که در این سمت کارهای علمی و تحقیقاتی انجام داده است، از جمله قلعه‌های معروف هولبوک و حصار را مثال آورد. ما در مورد تمدن 3000 ساله حصار شادمان سخنرانی می‌کنیم. ببینید وقتی بازه تاریخی اون را هنگام برقرارسازی نصف نابود می‌کنند، این از جانب سازمان ملل متحد به مسئله‌های علم، معارف و فرهنگ یونسکو پذیرفته نشده است. این کارشناس برای این نظر است که مسئولان بر روند بازسازی مکان‌های تاریخی باید توجه جدی دهند تا ارزش و اصالت آنها کم و یا نیست نشوند. مدیر آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در تاجیکستان میگوید تعمیر و برقرار و در شکل درست پیشنهاد کردن مکان‌های تاریخی و فرهنگی وقت و پول معین طلب می‌کند، چیزی که نه همیشه دسترس است. در تاجیکستان بیش از 3,500 یادگاری تاریخی و فرهنگی ثبت شده است. قرار است بر اساس یک طرح دولتی برای سال‌های 2027-2031 15 یادگاری تاریخی و فرهنگی را ترمیم و بازسازی کنند.